ما هم دیگه میخوایم بریم دوستان عزیز داخل از این کوچه از برج سلطانی دیدن و دیدار داشته باشیم. دیگه در ادامه ویدیو دوستان عزیز همراه ما باشین. از سرک بگذاریم این دوستان عزیز یک ساختمان بلند و بزرگ است. البته دوستان عزیز باید بگوییم که در کارته 4 بهترین ساختمانش هم میگن که این ساختمان زیبا و مقبول که مرا از کل ساختمان ها که این دوستان زیادتر خوشم میاد این قسمت همین کوه برج نور است. ساختمانش البته که واقعا زیباست و مقبول و موقعیت بسیار عالی هم داره. این خانه تا جایی که ما یادم یک کرایی بوده. یکی گفت که من این خانه را فکر میکردم که از یک پدر جور کرده با 2 پسرش و از این چیزا بسیار جالب چیزا گفته بودن دوستان عزیز. سلام عزیزان دل، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی و خوشی سپری شود. دوستان عزیز این ساختمان بلند و زیبا را که دیدین برج سلطانی بود. برج سلطانی برش میگن یا سلطانی پلازا، خدا نام خودش برج سلطانی هست. ما هم دیگه میخوایم بریم دوستان عزیز داخل از این کوچه از برج سلطانی دیدن و دیدار داشته باشیم. دیگه در ادامه ویدیو دوستان عزیز همراه ما باشین. از سرک بگذاریم این دوستان عزیز یک ساختمان بلند و بزرگ است. البته دوستان عزیز باید بگوییم که در کارته 4 بهترین ساختمانش هم میگن که اینمی هست. بعض حرفا هم هست که یک کانالیزاسیون یا مشکل داره و این حرفا هم فکر نکنم دیگه یا آپارتمان بزرگ و این بزرگی در یک موقعیت چیز خراب برش بسازن. ببینین شما بزرگی ده، ببینین حتی کامرا دوستان عزیز سرش داخلش نمیرسه که بگیره. هوا هم به شدت سرد است دوستان عزیز تا جایی که مردم حالا دستکش میپوشن. اینم گوشت فروشی هست. و این کوچه دیگه داشتن خانه دوستان عزیز مثل یک گنج است، چون که هم خانه ها بسیار قیمت است و هم یک جای لوکس است در کارته 4 بخش. دوستان عزیز یک چند وقت پیش یادتون است که این ترافیک کابل این موتورسایکل ها رو جمع میکرد و اونایی که سلنسر داشتن بعد این بیخ ریش قدشان میکرد. فکر کنم در شهر مزار بود. اما یک پروتکل باید در شهر کابل هم ایجاد شود. بیخی بازار خراب کردن که تی صدایشان همین فضا را از بین میبرد. خدا راستی میوه های تازه را دیدین دوستان عزیز چقدر میوه های خوب شد، عالی بود. طرف هم قرطیس فروشی دوستان عزیز که از رنگه و چیزا کرده، چیزای دخترانه زیادتر داره. طرف هم خیاطی های کارت 4 است. یعنی ساختمان دوستان عزیز ساختمان زیبا و مقبول که مرا از کل ساختمان ها که این دوستان زیادتر خوشم میاد این قسمت همین کوه برج نور است. ساختمانش البته که واقعا زیباست و مقبول و موقعیت بسیار عالی هم داره.
عزیز سرایز موتورسیکل این می آدم بیشتر دیم سرک کارت چهارم در ویدیوی شب گذشته شاید دیده باشید چندین بار این متومت از سرک تیره بیر شد که صدای داره موتورسیکلش هم که گوش خراش کاملا من نمیفهم از این سرا چی لذت میبرن آقای خودشان لذت ببرن دیگرها را اذیت میکنن ما حتی دیدیم دوستان عزیز در یکی از جاهای شهر کابل همینطور یک موتورسیکل آمد تو از این موتورسیکل ها نبود موتورسیکل های ساده بود در پهلوی یک تفلک بود تفلک اونقدر طفل بزرگ نبود این خانه های 7-8 ساله می آمد در پهلوی از ایستاد بود یک بارک سلیتر داد خدا راستی تفلک یک چیغ زد که ما گفتم چی گپ شد این موتورسیکل خو رفت خوی تفلک تا که ما موجه بودم گریه کرد یعنی با او ترسیده بود واقعا لازم نیست نهایت سر اگزوز اونو خبر یا سلاسل دیگه او فشش هست و چیزاست هیچی مانا میده همین طرفی که کابل به حساب از این موتورسیکل ها و از اینا خوب میفهمن این دوستان از این کوچه بریم مکتب چی بود؟ اسمش هم رفت مکتب هم بریم ببینیم مکتب دخترانه است کاملا دوستان عزیز مردا اجازه ورود هیچ ندارن دیگه اگر موسو رسیدیم باز از کوچه دور میخوریم پس میره طرف بالا سرک عمومی کارت چهار دوستان عزیز اصلا اینی سرک است سرک عمومیش او سرک که از پل سرخ میه او سرک کارت 3 است و بعدنا باز کارت 4 میشه یعنی یک مقدارش کارت 3 است آپارتمان های از جا میبینید دوستان چقدر بلند زیباست رسولی تاور دوستان از تیر شما براتون یک چیز دیگر نشان بدم که این دو خانه است که این دو خانه دیگه از جمله مشهورترین و محبوبترین خانه های رهایشی البته در کارت 4 است که همگی اینجا رو میبینن فکر کنم که به شرکت کرایه داده شده اما همگی که از اینجا تیر شده دی خانه دیگه یک خاطره داره خصوصا در کامنت های فیسبوک دیدم ویدیو شارتی که ما انداختیم بسیار مورد استقبال قرار گرفت و گفتن که این خانه تا جایی که ما یادم یک کرایی بوده یکی گفت که من این خانه رو فکر میکردم که از یک پدر جور کرده با 2 پسرش و از این چیزا بسیار جالب چیزا گفته بودن دوستان عزیز و واقعا هم دیگه متخانه های مقبول در یک موقعیت موضوع کرایی در قدر وقت زیاد بعد از دوستان میگفت من چندین سال از اینجا تیر بیر شدم که خانه کس کرا نگرفت حال یک کرایی فکر نکنم باشه حالا گرفتنش و یک شرکت است فکر کنم اینجا کار میکنن طرفم کابل سنتر از دوستان عزیز از جمله مراکز آموزش زبان انگلیسی ببینید دوستان عزیز خانه ها رو چک خانه های چقدر مقبول و زیبا هستن این هم مکتبی که براتون گفته بودم دوستان عزیز مکتب چی هست باشه بریم پیشتر کسی میشه هر شرط میزنم به یادم نمیاد سوریا دوستان عزیز مکتب سوریا هستی مکتب دخترانه است خوب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوش آمده باشه ویدیو لذت برده باشین ویدیو رو لایک کنین در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه تانا به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم روزگار خوب و خوش داشته باشین در پناه الله متعال باشین الله حافظ و مددگار همه تانا